پتانسیل این 15% استفاده میکنم فکر نکنید که 5%. من از 100% ظرفیتش استفاده میکنم. من تو این حادثه چشم راستم رو از دست دادم و به خاطر این با یه چشم میبینم. به خاطر اون 15% یا نه درصدش اینه دیگه، این درصدش نه، ولی امیدم رو از دست ندادم. رفتم سراغ ورزش، اونم چی؟ تیر و کمون. روز اول رفتم مربی داد دستم کمون گرفتم و گفت بگی چشم. گفت 15% رو میدادی برس. گفت سیب لو ببین همیجا نمیشه. بعدش گفت سیب لو ببین دیدم. گفت نشونه بگی گرفتم. گفت بکش کشیدم. گفت چش چپ رو ببند بستم. گفت بزن زدم. مربی گفت آخ. چشو وا کردم دیدم نقطه سیاه مربی رو زد. آخه یادم رفت بود بهش بگم چش راستم ببین. یعنی به 5% مربی هم رحم نکرد. هم 2% عقب برای من اونم سفره. و اونجا بود که فهمیدم همه چی با چپم. حتی شما رو همه با چپم میبینم. من به خاطر این گرویدیم خیلی کتک دارم. خیلی ها نه که چشم راستم هم میشه راسته، یعنی چیزه ثابته و چپ هم هی پلک میزنم دیگه. خانم همش فکر میکنن دارم بهشون چشمک ولی خدا شاهده اینجوری نیست. چشم مریضه. مثلا تو اتوبوس ببینم مریضه. تو اتوبوس بودم دیدم خانومه با تشر اومد سمتم. گفتم خانوم به خدا تقصیر من نیست، چشمه عیب داره، چی کار کنم؟ گفت مرد حسابی من چشتو چی کار دارم؟ تو یه ساعتی لبت غنچه است. من حتی خوابم هم به چپم، یعنی وقتی که میخوابم فقط این بسته میشه ببینید. و اونی که راستمه فکر میکنه من بیدارم. بچه آبجیم کوچولو پرید روم یه دفعه گفتم دایی بریم ماشین بازی. گفتم دایی دیگه فقط میتونه باد خاله بازی. و از اونجا بود که قید بچه بازی و بچه داری و حتی بچه آوری رو زدم. من برای مردم خیلی باعث امید و آرزوام. مثلا یه پیرزن همسایه‌مونه گفته بود که این که با این وضعیتش مونده ما که چیزی مونیننه. همون پیرزنی یه جوری چروکه، یعنی شما مطمئنین جای بدون چروک تو بدنش نیست. حالا نگم دیگه، یعنی یه چروک دیگه بخوره میره مرحله بعد. ولی هر دفعه بغل من رد میشه یه وردی میخونه، یه فوتی هم میکنه به خودش میگه خدای شکره، بعد رد میشه میره. من برای تربیت بچه ها جدیدن مورد استفاده قرار میگیرم. مثلا تو مترو بودم، خانومه این بچهش خیلی اذیت میکرد، هی سر صدا میگه گفت هیچ نگو دیگه، یه بار دیگه اگه اذیت کنی میدم عمو بخوره بره. یه نگاهی کردم گفتم راست میگه دیگه، هیچی نگو دیگه، یه بار دیگه اذیت کنی مامانتو میخورم. نه میخواستی بهش بگه عمو گوه نمیخوره. که خوبه ولی مامان و اونجا بود که مامانه گفت عمو راست. یا تو تاکسی بودم، بچه داشت باباشو اذیت میکرد، هی غر میزد. بابا گفت عمو من جلو بودم، عمو بیا اینو بخور. بچه رو که در جا ساکت شد. منم گفتم تا چیزی نخوردم بزن جدیدنم منو میارم برای تلویزیون. معمولا
شدم عاقبت کارا. مثلا چهارشنبه سوری میبرن میگن که بگو که عاقبت ترقه بازی. وقتی فیلم میسازن میگن که بگو عاقبت دزدی و اختلاس و بمب ساختن و اینا. یا یه جا آتیش گرفته بود منو بردن که من بگم جایزیه دخترم براتر. فکر کنم یه چند وقت دیگه هم ببرنم بگن این عاقبت اعتراضات و بالاخره که شدم عاقبت خیلی چیزا، عاقبت ترقه بازی، عاقبت خاله بازی، الان هم دیگه عاقبت آمپول بازی هم.